سلام دوستان عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ستاره حسن‌زاده هستم، نوازنده و مدرس سنتور. در خدمت شما هستم با یه قسمت دیگه از مجموعه های آموزش های سنتور. توی این درس میخوایم درس 29 یعنی موسیقی ملل رو بنوازیم. این درس در میزان نمای 4/4 هست با سرعت 80 یا آندانته و توش سکوت چنگ رو داریم. یعنی ما یک نیم ضرب سکوت چنگ رو وای میسیم که شبیه یه علامت 6 هست و نیمه دوم ضرب سوم اجرا میشه، یعنی 3 سکوت میشه و اجرا میشه. توی خیلی از میزان‌ها این اتفاق افتاده، ولی بعضی از میزان‌ها هم به صورت بدون سکوت اجرا شده. آخر درس هم یک علامت کمان و نقطه هست که اون علامت فرمانتو هست. توی قسمت‌های قبلی درس 14 بهتون توضیح دادم که این علامت ارزش زمانی نوت رو زیاد میکنه و ما وقتی که برمیگردیم تکرار کنیم، توی تکرار باید یکم نوت مکس بکنیم، بعد دوباره برگردیم و از اول اجرا میکنیم. اگر ویدیوهای قبل رو ندیدید حتما برگردید اونا رو ببینید، خیلی براتون مفیده. قبل از اینکه اجرای این درس رو ببینید کانال من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و آخرش هم کامنت ارزشمندتون رو برام حتما بذارید. خیلی خوشحال میشم. راستی دکمه زنگوله برام فعال کنید که از ویدیوهای بعدی من مطلع بشید. میریم که با هم اجرا کنیم درس رو. خب میریم که با هم درس 29 رو اجرا کنیم با شمارش 1 و 2 و 3 سکوت ور رو اجرا میکنیم. ببینیم قسمت اول ضرب 3 سکوت ور رو اجرا میکنیم. 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 و 4. حالا همین نوتا یک پوزیسیون زیرتر 1 و 2 و 3 و 4 و 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 و 4 1 و 2 و 3 و 4. توی تکرار یکم روی این نوت مکس میکنیم به خاطر فرمات و دوباره ادامه میدیم 1 و 2 و 3 و 4 خب حالا مترونوم رو تعظیم می‌کنیم روی بیت 4 ضرب، نوت سفید و سرعت 80 یا آندانته. با هم شروع می‌کنیم 1 2 3 4. خب یکم روی آندانته مکس میکنیم. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این قسمت لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر این ویدیو براتون خیلی مفید بود حتما به دوستایی که دوست دارن موسیقی، ریتم و تئوری رو یاد بگیرن معرفی بکنین. قراره یک سری ویدیوهای تئوری موسیقی هم به این مجموعه اضافه کنم.
برشون به اشتراک بگذارین تا اونا هم بتونن استفاده کنن. حتما این ویدیو رو لایک کنید و کامنت ارزشمندتون رو برام بنویسید. سوالاتتون رو هم پاسخگو خواهم بود. برای ارتباط بیشتر و هماهنگی کلاس‌های آنلاین میتونید از طریق آدرس تلگرام و ایمیل من که زیر همین ویدیو نوشته شده با من در ارتباط باشید. راستی دکمه زنگوله رو هم بزنید که از اومدن ویدیوهای جدید زودتر خبردار بشید. تا یه ویدیو دیگه همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.